این خانواده لولیتابوران از محله ارغوان ناحیه ورزاب هستند که زندگی خود را نه با طالبندگی بلکه در گذشته از حساب کار در کارخانه دولتی و حالا از مهاجرت پیش میبرند. این مرد خدمتی حربی رفت و بعدی بازگشت کار را در کارخانه دولتی شروع کرد. ما با بیمار شدیم دیگه هیچ جا یک جا کار رفتن نتون. ما وقت کار بسیار کار کردیم باشم. ما همین تاجیک نفت کار کردیم. این آبروی ما هم ساز بود. همش حرمت عزت میکردن. او میگوید پسرانش هیچگاه در دست خالتا و طالبندگی نکردند بلکه مثل هزاران خانواده ها برای کار و دریافت پول به مهاجرت رفته و زندگیشان را از این حساب پیش میبرند. سالهای اخیر شیوه زندگی باشندگان این محله زیاد تغییر کرده است. حالا اکثر والدان تلاش دارند فرزندانشان صاحب خط و سواد باشند. پسرانشان در قوه‌های مسلح خدمت کنند و در انتخاب عروس و داماد هم قالب شکنی کردند. مهمتر از همه حالا از هر یک عائله این محله تا 4 نفر برای کار و دریافت مبلغ در روسیه مهاجرند. من 11 صغیره دارم. 6 پسر و 5 دختر تولد کردم. برای همین 125 میکردم. یک روز هست یک روز نیست بچه‌ام یک جا کار نه. همین بچه‌ها کمتر یاردم کنه زندگی ما پیش میره. هر 3-4 تانگت یعنی پیش میره بچه‌ام. نباشه شرایط موازی بچه‌ام. روغن من 120 میگیریم. ارد 350 گفتین. وای به زور ما نمیرسه بچه‌ام. کم بغلیم. اگرچه با افزایش مهاجرت مردان وضع زنان کم و بیش سبک شده است، هنوز هم زنان زیاد در تامین روزگار نقش کلیدی دارند. به فرق از سالهای پیش در برابر پسرها همکنون دختران هم به تحصیل جلب می شوند. زنان و دخترانی که به قول خودشان به دشت یعنی به طالبندگی می روند میگویند حالا این کار سخت‌تر است و از این خاطر تلاش دارند نسل نو صاحب خط و سواد شوند. من هم مکتب دختران حاضر من همه نویره ها مکتب میخوانم بچه‌ام. با قدر بریم هم یک کسل بنی یک بیمار بنی رویم ملیسا میقپه پولته آیا داریم نداریم. نسل نورس این جامعه هم میخواهند در مکتب تحصیل کرده آینده صاحب جای کار شوند. امین جان برهانوف حالا در صنف 4 میخواند. آرزو دارد ملیسا شود. از تحصیل در مکتب خوشحال است اما اقرار میکند که گاهی دیگر بچه ها به حالشان میخندند. ما استادیوم باشم فوتبال چیزا پاغا بروریم ای شلوخو میبینم بازی کنم بزنم پیش میکنم که در شهر بیم خیلی ما در استادیوم دار کنیم. با همه تفاوت در بعضی پهلوهای زندگی و عائله‌داری، قشاقی، سرفرزندی و طالبندگی آرزوهای زنان و دختران این قبیله از زنان دیگر در تاجیکستان فرق زیاد ندارد. آنها هم میخواهند زندگی خوب و تامین و کاری مناسب داشته باشند. هزارها نماینده قوم لولی در ورزاب و پنجکین و حصار، وحدت واسع و جلالالدین بلخی به سر میبرند. با قول تاریخ نگاران آنها 5-6 عصر پیش از هندوستان به کشورهای آسیای مرکزی هجرت کردند. در هر دولتی که آنها سکونت کردند زبان مردم همانجا را پذیرفتند و حالا میخواهند با گرفتن خط و سواد و کار در ساحه‌های گوناگون زندگی خود را پیش برند. سروین زیرالله، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.